بهترین دفاعگر فوتبالی جهان از روی فرضیه پرزیدنت ناپولی یک زمان هم دید که از گزارش به چلسی برونی جز پشیمانی و معاشی به درد و میان چیزی را نیافت. اخیراً به شرافت بنیاد آینده سرپولی پرمعیشت با فوتبال عربیان سرخلاند. اینجا البته که گپ سری کالیدو کولیبالی سنگالی می رود که رسما به صف الهلال گزارش نمود. دفاعگر آفریقایی بعد یک سال بود و باشی به منفعت در چلسی لندن راه سمت عربستان سعودی پیش گرفت. بیشتر خبر داده می شد که کبودها از گزارش دفاعگر 32 ساله 20 میلیون یورو به دست آوردند. او باشد در تیم سعودی صاحب شرطنامه 3 ساله شد. در دوام 3 ماه ترانسفر این تابستان با چنین رنگ گرفتن کار چه موی سفید و پیری کار و چهره فوتبال بیزار که در اروپا است می تواند چپتای سمت حرکتش یک طرفه را و سمت کشور عربیان بگیرد.